این بانگ خطر در فرودگاه دوشنبه هنگام تلاش انتقال قاچاق مواد هسته‌ای صدا می‌دهد. همکنون در 13 نقطه گمرکی فرودگاه مسافران را دستگاه کشف مواد هسته‌ای تشخیص می‌کند. تجهیزات با ارزش $2 میلیون را وزارت انرژی آمریکا در مراسم روز 22 اکتبر به مقامات تاجیکستان سپرد. این ابزار برای آشکارسازی ماده‌های خطرناک است که ممکن است تروریستان آنها را با هدف‌های شوم یا استحصال سلاح قتل عام استفاده کنند. مقامات تاجیکستان میگویند چنین خطر وجود دارد. با نظر داشتی همسرحد بودن جمهوری تاجیکستان با جمهوری اسلامی افغانستان چنین خطر موجودیت دارد و از همین خاطر شاید از دیگر دولت‌هایی که دارای سلاح قتل عام میباشد چنین موادها گردش غیرقانونی راه دهد. از همین خاطر حکومت جمهوری تاجیکستان اقدام گرفته است که تمام گذرگاه‌های خود را با چنین دتکتورها مجهز گرداند. هدف کمک به تاجیکستان تامین امنیت در منطقه و مبارزه با قاچاق مواد هسته‌ای گفته شد. تا امروز ناظران گمرک در فرودگاه دوشنبه امکان دقیق آشکارسازی ماده‌های خطرناک هسته‌ای را نداشتند و کارمندان گمرک طرز استفاده این ابزار را هم نشان دادند. افسوس تا امروز ما بعض تجهیزات‌های خرد داشتیم اما آنها نمی‌توانستند که پورا همه جانبه اویدی موادهای کیمیایی و رادیاسیونی برای ما پورا معلومات دیان و عموما نظارت را در شکل درست مانند. مقامات در تاجیکستان تصمیم دارند در 45 گذرگاه مرزی دستگاه‌های آشکارسازی مواد هسته‌ای و سلاح قتل عام را نصب کند. تا امروز 6 گذرگاه مرزی کشور با چنین دستگاه مجهز شده است. مقامات آمریکا برای تامین گذرگاه‌های دیگر با دستگاه‌های نو اظهار آمادگی کردند. تجهیزات معمولی به مثل دستگاه‌های پیدا کننده متل قدرت کشف ماده‌های رادیاتیوی را ندارند. دستگاه‌های مذکور با دقیقیت بلند امکان می‌دهد که انتقال ماده‌های خطرناک را توسط گذرگاه‌ها مثل این فرودگاه پیشگیری کنیم. نگرانی مقامات دو کشور هم از تلاش گروه‌های تروریستی برای دست یافتن به مواد هسته‌ای و پهن کردن و استفاده آن است. چون این گروه‌ها در افغانستان وجود دارند اما تاکنون درباره قاچاق ماده‌های اتمی و رادیواکتیوی به تاجیکستان گزارش نشده است.